هر روز صبح که من میام سر کار اینا همه جمع میشن دور من به خاطر غذا. همه دارن میان از این ور از اون ور، به دست سوتا این من مادرشونه. چی میخواین؟ بریم اینه بریم. خب باشه بیاین. الان هم باز راه میفن دنبال من میان. بعد میگه آقا حیوانات نمیفهمن. نگاه کنید همه به رزه پشت سر من داره حرکت میکنن میرن. خب چی میخواین شما؟ چی میخواین؟ چی میخواین؟ غذا میخواین؟ این هاپو هم اونجا منتظر غذاست. من داره دم تکون میده، یعنی دارم غذا بده.